سرخط خبرها. تنگه هرمز رو با هر نقشه که بخواد باز بکنه مجبور هست که در اونجا بخواد اعمال قدرت بکنه. اعمال قدرت در آبراهی جمهوری اسلامی ایران امکان پذیر نیست. خیالتون راحت باشه. عقب نشینی در جنگ یا سکوت پیش از طوفان، ایرانیان توقف عملیات آزادسازی تنگه هرمز از سوی آمریکا را عقب نشینی و شکست ترامپ می‌دانند و باورها این است که توقف این عملیات سکوت پیش از طوفان برای اثرگیری حمله ها به جمهوری اسلامی است. رئیس جمهور ایران اما گفت هرگز به زبان زور تسلیم نمی‌شود. واکنش امارات به انفجار در چین. وزارت خارجه امارات اسلامی از وقوع یک انفجار مرگبار در شهر لویانگ مربوط به ولایت هنان چین ابراز تأسف کرده و با خانواده‌های قربانیان این رویداد همدردی کرده است. این انفجار در یک کارخانه تولید مواد آتشبازی رخ داده و در نتیجه آن 26 تن جان باخته و شمار دیگر زخمی شدند. د ټولګټو وزارت د اوسپنې پټلۍ له لارې 2,09,1514 متریک تن انتقالات شوي دي چې نفتي، غیر نفتي او نور مواد د هیواد ته وارد او صادر شوي دي. و رشد چشمگیر صادرات و واردات از مسیرهای ریلی افغانستان. وزارت فواید عامه اعلام کرده که در یک هفته پسین بیش از 229,000 متریک تن کالا از طریق شبکه راه آهن کشور انتقال یافته. سخنگوی این وزارت میگوید که این انتقالات از طریق بندرهای حیرتان، آقینه، ترغندی و مسیر خاف هرات صورت گرفته و شامل مواد نفتی و غیر نفتی بوده است. سلام و وقت شما بخیر. من اسماعیل سادات میزبان شما در خبر 5 هستم. ترامپ عقب نشینی کرده و جمهوری اسلامی به زبان زور تسلیم نمی شود. ایرانیان در حال این موردها را بیان کردند که پاکستان از رئیس جمهور آمریکا در مورد توقف عملیات در تنگه هرمز قدردانی کرده و باورها این است که سکوت پیش از طوفان شکل گرفته و ایالات متحده با تکمیل شدن آمادگی‌های جنگیش دوباره تهران را بمباران کرد. برای پردازش و آخرین ها از خاورمیانه همکارم احمد رشاد زریر از استودیوی دو با مواصله. سلام زریر، وقتت بخیر. تازه ها چی است؟ امیدوار میتونیم به جنگ یا مذاکره باشیم. سادات، به این امید که این براستی آرامش قبل از یک طوفان بزرگ دیگر نباشه، شبیه مذاکرات چند دوری که قبل از جنگ 12 روزه، قبل از جنگ 40 روزه بین تهران و واشنگتن بود. حالا هم 2 هفته 3 هفته گذشته در فرایند آتش بس ما شاهد رفت و آمدهای بین تهران و واشنگتن، حتی یک دور مذاکرات مستقیم در بالاترین سطح بودیم، ولی بالاخره مشخص شد که آنچه در میز مذاکره مطرح میشه در نیت تهران و واشنگتن صداقت کافی برای دیپلماسی را نشان نمیده و هر دو طرف پشت صحنه هم به یکدیگر اعتماد ندارند، هم تجدید قوا و آمادگی و اکمالات برای جنگ میکنند. حالا هم تازه ترین خبر این است که تهران و واشنگتن بر سر یک تفاهم نامه تک صفحه‌ای که جزئیاتش را هنوز در اختیار رسانه‌ها قرار ندادن به توافق رسیدن و گویا 48 ساعت آینده تهران آخرین پاسخش را به ماده های طرح اخیر امریکا پیشکش خواهد کرد. ولی ای که آیا اون همون تسلیم نامه ایران است که از آمریکا تسلیمی خواسته بود و گفته بود که به این خواستای ما تن بده و منطقه را ترک بکن تا تنگه هرمز باز شود، و یا نه خواسته های آمریکاست که تسلیم ایران را خواست و گفت که تنگه هرمز را باز بکن و برنامه هسته‌ایت را بر بچین و همچنان دیگه خواسته هایی را که در منطقه بر مبنای حضور هژمونی که ایران در خاورمیانه داشت به اونا تن خواهد داد ایران. به هر حال از صحبتی که آقای پزشکیان با نخست وزیر جدید عراق آقای الزیدی داشت و تاکید بر این کرد که چون مسلمانان و شیعیان به قول او اهل تسلیم نیستن و قبلا به خدا تسلیم شدن، به هیچ کسی تن به تسلیم نخواهند داد، دیده میشه که تهران همچنان به مواضع خودش استوار است. و هرچند پس از حملات به امارات و این تردیدهایی که در پیوند به چگونگی این حملات انجام شد، متهم شدن ایرانی ها به اختلاف نظر که گویا سپاه پاسداران بدون هماهنگی با کاخ ریاست جمهوری ایران با آقای پزشکیان و دیگه رؤسای قوا هماهنگی نکرده و این انجام داده و شکاف بین اوناست و حتی آمریکا بار بار ترامپ و دیگران میگن که رهبری ایران مشخص نیست، ولی تا اینک ایران و آمریکا هر دو به گونه متحد در داخل خودشان بر مواضعشان پایدار ماندن. ولی همزمان به اینکه
آقای عراقچی در چین است. چین به هم به آمریکا و به هم به ایران به زبان دیپلماتیک ولی بسیار قاطع و جدی هشدار داد، گفت فوراً تنگه هرمز را باز کنید، چون حداقل در ظاهر یکی از بیشترین آسیب پذیری ها را چین داشته از ناحیه بسته شدن تنگه هرمز و فعلا توقف جنگ، پایان جنگ و توقف عملیات آزادسازی تنگه هرمز و اما ادامه محاصره همزمان با تلاش های دیپلماتیک برای از اینکه ببینیم چه نتیجه خواهد داشت. بسیار تشکر. و زریر چرا در حالی که انتظار میرفت جنگ شوه ولی ترامپ عقب نشینی کرده؟ دلیل عمده از چی میتونه باشه؟ اگر ساداتی عقب نشینی تاکتیکی نباشه، ترامپ ادعا میکنه که به درخواست عربستان سعودی و پاکستان روند پروژه آزادی تنگه هرمز را متوقف کرده و هم یک روز پس از آغازش که ایرانی ها میگن در واقع روزنامه کیهان نوشته چون ابتکار ترامپ، کوه ابتکار ترامپ موش زایید و تنگه هرمز تنگتر از همیشه شد، یک بار دیگر شکست خورد و چندمین استراتژیش گفت اول آمدن جنگ استخباراتی را انداختن، بعد آمدن جاسوسی کردند، بعد آمدن جنگ اقتصادی و تحریما را انداختن، بعد چند جنگ نظامی را انداختند، بعد هم آمدن تنگه هرمز را محاصره کردند، بعد عملیات پروژه آزادی و انواع به قول خودشان دسیسه ها را راه انداختن به یک هدف که ایران را به قول اونا تجزیه بکنن یا از دست ایرانیان بگیرن. چیزی که آقای پهلوی مخالفش را میگه ایران باید به دست ایرانیان بفته و از دست جمهوری اسلامی خارج شه و البته به اونش ما کاری نداریم و بی‌طرفانه ایران مطرح میکنیم که ایرانی ها گفتن که این بار هم آمریکا شکست خورده چون دید که توانایی مقابله با ایران را نداره و او خاطر عقب نشینی کرده. ولی خب آمریکا پشت صحنه همزمان اون آمادگی را که خودت گفتی به جنگ است در واقع همکنون هم جریان داره. ما می‌بینیم که به ارزش میلیاردها دلار همچنان معاملات تسلیحاتی بین کشورهای حوزه خلیج فارس، اسرائیل و آمریکا ادامه داره و شدت هم گرفته همزمان با توقف این عملیات. و ما می‌بینیم که 20 چند طیاره سوخترسان آمریکایی همچنان در پرواز هستند. همچنان ابراهام لینکلن ناو هواپیمابر با بیش از 60 هواپیما و جیت جنگیش در حال تمرین است. همچنان ناوهای ترایپلی و بوکسر را سنتکام عکسایشان را منتشر کرد که برد کوپر ضمنی که از اونا بازدید کرده همزمان با خلبانای کشتی های اونا با ناخداهای با خلبانای هواپیماها با ناخداهای کشتی ها صحبتایی کرده، جلساتی داشته. او طرفم اسرائیل با رهبری امنیتی کشورش آقای نتانیاهو جلسه‌ای داشته که تاکید کرده که باید جزئیاتش به رسانه‌ها درز نکنه. مارکو روبیو هم همزمان با این که از دیپلماسی با ایران صحبت کرد و از پیشرفت در مذاکرات صحبت کرد، اشاره به این کرد که در داخل ایران نارضایتی علیه حکومت به اوجش رسیده و تنها حکومتی که بیشترین شکاف بین حکومت و مردم است فعلا ایران است و همه اینا صحبتایی هستند که نشان میده یک استراتژی مبهم پشت صحنه جریان داره و حتی امکان داره براستی این آخرین زورآزماییشان باشه. و دلیل این را اگر جنبندی سوال بکنیم، دلیلش را خود ترامپ تلاش کشورهای منطقه دانسته، ولی خب دیگران مخالفان ترامپ میگن شکست خورده و موافقان ترامپ هم مثل آقای لنسی گراهام و کسانی که به دنبال جنگ علیه جمهوری اسلامی ایران هستند بسیار خوشبینانه منتظری هستند که جنگ سر گرفته. بسیار تشکر. و در آخر هم میخوایم زهیر به این بپردازیم سرنوشت تنش ایران و همسایه جنوبیش چی میشه؟ حتی در روز دوم یعنی سه‌شنبه دیروز هم امارات ادعا کرد که چندین موشک و پهپاد ایرانی را رهگیری کرده، ولی دیدیم سپاه پاسداران ایران رد کرد، گفت ما هیچ موشکی به سمت امارات شلیک نکردیم هرچند دوش سزاوارش است و موشک‌های شلیک شده شاید از سمت اسرائیل یا هر نشانه دیگری به خاطر برهم زدن ثبات منطقه و به خاطر اثرگیری جنگ بوده باشه و گفت که باید در دام فریب نتانیاهو و اسرائیل نباید افتید و تأکید کردند که اگر امارات، بحرین و کویت دست از پا خطا بکنن اونا را نابود خواهند کرد. همزمان هم امارات گفت که حق پاسخ ما محفوظ است، حق دفاع مشروع ما محفوظ است و در زمان مناسب پاسخ خواهیم داد. بعضی گمانه ها هم این است که حتی شاید در فرایند جنگ 40 روزه و در آتش بسی که جریان داشت آمریکا از مسیرهای مثل پاکستان و عراق به دنبال طرحهای اعمال عملیات زمینی باشه و دیدیم که دیروز نشست خبری که پیت هگزیت و دنکن رؤسای وزارت جنگ آمریکا یا وزیر جنگ و رئیس ستاد ارتش آمریکا نشست خبری داشتن، از این گفتن که مثلا لشکر
82 با 2400 سرباز تفنگدار در حال تمرین هستند، آماده ورود کماندویی به خاک ایران هستند. کسانی میگن که در واقع یک عقب نشینی تاکتیکی است و دوباره وارد خواهند شد، اما این بار جنگ از طریق کشورهای عربی حوزه خلیج فارس علیه ایران راه انداخته خواهد شد و بعد از او دوباره یک توجیه برای امریکا و ایران، برای امریکا و غرب خواهد بود که از همپیمانان خودش دفاع خواهد کرد و همه این فرایندها رو میگن سناریوهای فریبکارانه برای هموارسازی زمینه به سرگیری جنگ است. ولی خوشبینانه ترین سناریو این است سادات که براستی بعد از این زور آزمایی اخیر طرفین تانسته باشند بر سر همون چیزی را که اکسیوس تازه گزارش داده به توافق رسیده باشند و ما شاهدی از سرگیری گفتگوها باشیم. هرچند که قیمت نفت دوباره به $108 رسید و بازار سهام کم ثبات پیدا کرد، همه اینا نشانه هایی است که شاید جنگ قریب الوقوع نباشه. ولی بعضی گزارش‌های هم در 24 ساعت گذشته بود که حتی امکان داره آخر همین هفته که فقط فردا و پنجشنبه و جمعه مانده جنگ سر گرفته شود، اما امکان داره این آخرین فرصتی باشه که ترامپ به خودش، به دولتش و ایران برای دیپلماسی داده باشه و اگر موفق نشه باشه شاید به دنبال طرح‌های بدیل از جمله سرگیری جنگ باشه. اما خب همزمانی که آقای عراقچی در پکن است، قرار است ترامپ هم به اونجا بره و خبری هم وجود داره که نتانیاهو دوباره میره به دیدار ترامپ. هر باری که نتانیاهو به دیدار ترامپ رفته بعد اون بوده که یک اتفاق بزرگتر افتاده. به هر حال فعلا اوضاع رو به آرامتر شدن است، الا اینکه بعد از این طوفانی در راه نباشه. از ارائه جزئیات و حضورت در این بخش خبر 5 سپاسگزار هستیم سریر. همکارم بسم الله زکی در این مورد گزارش دارد. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در سفر به چین با وانگ ای همتای چینایی‌اش دیدار و گفتگو کرده است. در این دیدار درباره روابط دوجانبه، تحولات منطقه‌ای و مسائل جهانی بحث و تبادل نظر صورت گرفته است. در همین حال مارک روبیو وزیر خارجه امریکا میگوید اگر به ایران اجازه داده شود که مسیرهای دریایی بین المللی را کنترل کنند، این اقدام میتواند مشکل‌های مشابه را در سایر مسیرهای دریایی نیز به وجود آورد و تجارت جهانی را با خطر روبرو میکند. If we live in a world where a rogue state like this Iranian regime is allowed to اگر جهان به وضعیت برسد که به کشور سرکش مانند ایران اجازه داده شود کنترل مسیرهای دریایی بین المللی را حق خود بداند، به زودی شاهد وضعیت مشابه در سایر مسیرهای دریایی جهان خواهیم شد. وزیر امور خارجه امریکا افزوده که اگر ایران سلاح اسلحه‌ای داشته باشد و تنگه هرمز را ببندد، قیمت نفت به شدت افزایش خواهد یافت و امریکا قادر به جلوگیری از آن نخواهد بود. او تاکید کرده که به همین دلیل ایران نباید به سلاح اسلحه‌ای دست یابد. Everybody needs to think about it this way. If Iran had a nuclear weapon and they decided to close the straits and make our gas prices like 9. اگر ایران سلاح هسته‌ای می داشت و تصمیم می گرفت تنگه هرمز را ببندد و قیمت نفت ما را تا $9 بالا ببرد، ما هیچ کاری نمی توانستیم انجام دهیم. این دلیل دیگری است که چرا ایران نباید سلاح هسته‌ای داشته باشد. جمهوری اسلامی اما اعلام کرده است که برای عبور کشتی ها از تنگه هرمز یک روند جدید صدور جواز ایجاد کرده که به نام اداره تنگه خلیج فارس یاد می شود. اگر میتونه باز کنه توهم کرده. حتما شنیده از دیروز و پیروز برنامه جدیدشان با شکست مواجه شده. هر آبراهی رو، هر تنگه هرمز رو با هر نقشه که بخواد باز بکنه مجبور هست که در اونجا بخواد اعمال قدرت بکنه. اعمال قدرت در آبراهی جمهوری اسلامی ایران امکان پذیر نیست. خیالتون راحت باشه. بله ببینید تنگه هرمز میراث شهید تنگسیریه و حاصل یک چله پر افتخار، مقاومت و ایستادگی قابل خدشه نیست، برگشت ناپذیره و حق مسلم ملت ایرانه و یک ظرفیت راهبردی است. مطلقا به عقب بر نخواهیم گشت. کشور با تمام وجود پای ظرفیت هست. اونی که برخواهد گشت آمریکاست انشالله. بر بنیاد این طرح تمام کشتی ها هنگام عبور از این مسیر راهبردی باید مطابق مقررات تعیین شده توسط مقام های ایرانی اجازه دریافت کرده و از آن پیروی کنند. و به همین ترتیب میرسیم به پایان بسته خبری 5 حال از شما دعوت میکنم با برنامه های دیدنی یک باشید.